آماده هستی با برف جنگی؟ آره او آماده هستی؟ بریم دیگه. هوا -6 است و اولین برف است در این شهر. ما هم میخوایم که با اولین برف بریم دیگه بخیر یک برف جنگی کنیم. سمیر سهیل چالش داده و سهیل هم سمیر چالش. ما از خانه برآمدیم دوستان عزیز. فعلا در قسمت رسیدیم که طرف میدان میریم دیگه. شیر بچه ها و شیر دختران دیگه همه تو آماده برف جنگی دیگه، ببینیم که چی میکنن. دوستان عزیز ما به میدان بازی رسیدیم و همه چیز پوشیده از برف است دیگه. سمیر و سهیل هم روان است طرف میدان بازی فوتبال. میگن اول ما فوتبال بازی میکنیم، بعدا برف جنگی و بعدا هم شاید گاز بخوریم یا از وسایل بازی که در پارک است چطور ما ببینیم که همگیش زیر برف است یا استفاده میکنن. دوستا دیگه تا آخر با ما باشین، برنامه واقعا جالب است دیگه. سمیر سهیل چالش داده که ما گل میزنم اگر برف هم باشه میدان و سمیر هم سهیل چالش داده که ما تو را گل میزنم. دوستان عزیز دیگه برف جنگی شروع میشه. فعلا میخوایم که یک ذره برف جنگی کنیم. ما آوا دیگه اولین برف پرتاب کرد. شروع دیگه برف جنگی. آره و سمیر رو چپ هم یکنه فوتبال سمیر برد. فعلا یک چالش دیگه داده سهیل سمیره که اینجا تناب است، از تناب باید بالا بروند و هر کس که از تناب بالا رفته بتونه این مسابقه را میبره. آن سهیل بالا شد، پس پایین شد. بیا دیگه برنده هستی، دایی تو برنده شدی. سمیر بیا، سمیر بیا. بیا خیر این مسابقه را باختی. فوتبال برده بودی. فوتبال برده بودی. آره آوا بیاین هر دوی. آفرین.
نیستیم بالا شده نه؟ دوستا دیگه آمدیم دیگه اینجا کمک یخمالک میزنیم باز میریم میده طرف خانه که زیاد هوا سرد است دیگه بریم یکم قهوه و چای بخوریم پس کمی گرم بیاییم برفجنگی کدی؟ حالی و خیالم خونه خوردن میرین طرف خانه نه؟ سمیر سهیل امی بازی فوتبال راست بگو کی برد؟ خاینال اینجا دو موضوع است. اول موضوع تیم شما قوی بود. دوم ما تنها بودم. خواه یعنی فوتبال ما بردیم دیگه. فوتبال ما بردیم. نه فوتبال ما بردیم چون گل زیاد زدیم برفجنگی را تو بردی. برفجنگی را سمیر 100% گفته به خاطر از اینکه 70 دیگه سرش برفا یکی برفی تو زیاد خورده جان ما با او خاطر برفجنگی را بردی بسیار پدر کمین میکرد برفا ما 100% میخورد. خواه اینال سمیر میگه که برف چی میگه با آلمانی؟ شنی. اینال سهیل میگه که باران چی میگه؟ باران باریدن غیگنت. باز خود باران غیگن زوپا پخیمانه واقعا خوب بود دیگه خیلی خداحافظی کنیم در ویدیو دیگه باز بخیر در برنامه بعدی بیشتر آلمانی گپ میزنیم بیشتر انگلیسی گپ میزنیم با دوستا. یک دقیقه در چتری اگر میخواستین چتری هم غیگن شما میگن اگر میخواستین چتری به خاطر آفتاب او را زانن شما میگن. زوپا گود gemacht. ما دیگه امروز سمیر جان و سهیل جان دیگه کم کم لغتکای آلمانی یاد میگیریم. دوستا بخیر سلامت باشین. تا دیدار بعد خداحافظ. دوستا ما دیگه آمدیم پس طرف خانه زنگ دروازه را سهیل فشار میته میریم دیگه بخیر داخل خانه. دوستای عزیز دیگه ما پس به خانه رسیده من دیگه فکر کنم که برای ما اینطور گلاس و قهوه همراه یک خرمالول میگن ایره ما چون کلچه خرمایی میگن همراه کاکائو آماده کردن دیگه که ما نوش جان کنیم. دوستا دیگه تشکر از اینکه ما را همراهی کردین. حتما چینل لایک سابسکرایب فراموش نشه.